این لحظه ها در بینای حکومت جمهوری تاجیکستان تحت ریاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حکومت مملکت محترم امامعلی رحمان مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. در کار مجلس رهبریت و اعضای حکومت کشور، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و واحدهای ساختاری آن، رهبران مقامات مرکزی دولتی، اداره‌های نزد پرزیدنت و حکومت، کارخانه‌های مؤسسه‌های جمهوریوی، رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، رهبران مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری، بانک‌های دولتی و سهامی، روزنامه مجله‌های رسمی و دیگر شخصان مسئول اشتراک دارند. در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان نشاندهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی کشور در سال 2021 نتیجه‌گیری و وظیفه‌های اساسی برای سال 2022 معین کرده می‌شوند. در این خصوص در نشرهای من بعدی برنامه اطلاعاتی اخبار به طور مفصل به شما اطلاع خواهیم داد.